12 دم 12 افزایش ظرفیت تنفس، تقویت عضلات پشت، تقویت عضلات ساق از پیامدهای این تمرینه و بهبود تعادل. بهبود تعادل اثر دیگه این تمرینه. دم 12 دم 12 آخرین تکرار از حرکت اول. دم 12 خب حرکت دوم، تا 2 برابر ارزشتون باش، کشیدن کمان برای شکار پرنده. به این صورت یک دست راستمون انگشت اشاره و شست، انگشت دیگه چسبیده به کف دست دوممون گرفتن زه کمان، کمانگیری از سمت راست. دوستان خم نشید، ستون فقراتمون عمود به زمین، نشستمون اسب سواری. به این صورت بکشیم دست رو، آرنجمون در جهت مخالف، به سمت عقب هم نمیتونیم ببریم. بکشیم. حالا تیر رو رها کنیم، با ذهنی آرام برگردیم به وسط از سمت دیگه. دم تیر رو رها کنیم، با ذهنی آرام برگردیم وسط از سمت راست. دم دوستان هوا رو ببریم به عمیق‌ترین جای ریه. وقتی دارین کمانگیری میکنین حس کنید پایین شکم داره با هوایی که میگیرین برجسته میشین. از سمت چپ دم از سمت راست. دم حس کنید تیری که پرتاب میکنیم. دم دوستان در تمام این مدتی که داریم زه کمان رو میکشیم همینطور نفس بگیریم، پر کنیم ریه‌مونو. تو آخرین لحظه یه لحظه حبس نفس، تیر رو رها میکنیم. آماده از چپ. دم هیجانات ذهنی رو نوک پیکان قرار میدیم و به بی نهایت پرتاب میکنیم. بازگشت با ذهنی آرام. دم یه لحظه توضیح بدم دوستان، نگاه کنید. سینه‌مون باید فراخ بشه، سینه رو بکشیم به این صورت. آرنج مخالف زه رو داره میکشه، دست دیگه کمان. پس این دست اینجا نمیتونه اینطوری خم و بدون حرکت باشه. دست در جهت مخالف، یعنی در 2 سمت مختلف دست رو میکشیم. بکشیم. آماده از سمت چپ. دم آرنجتون نمیتونه بره عقب. بکشیم. هر طرف یک تکرار دیگه. دم بازگشت به وسط. تقویت عضلات دست‌ها، بازو، عضلات پشت و ران از پیامدهای این تمرین. 12 ولی به قول آقای دانشجو خیلی خوب انجام دادید. لطفاً یه تشکیل.
حرکت سوم دوستان برای دستگاه گوارش یه حرکت توصیه شده است به اسم نگه داشتن آسمان و فشردن زمین. به این صورت دستم مقابل بدن میاد بالا، جلو قفسه سینه، یک دست به طرف پایین میچرخه، یک دست به سمت آسمان. بدن رو در دو جهت متضاد میکشیم، آروم وزن رو میبریم رو پایی که الان دستش بالاست. الان اگه دست چپتون بالاست به سمت چپ رها میکنیم، تمام این مدت داریم دم میکنیم. رها میکنیم، بازدم شروع میشه، دست اومدن جلو قفسه سینه، به هم رسیدن، برمیگردن و دم شروع میشه. آروم آروم وزن رو این بار میبریم رو پایی که دستش بالاست. بدن رو در دو جهت متضاد میکشیم. دوستان حس کنید، یه حس درونی که اندام‌های داخلی انها احشا رو ریختیم توی یک کیسه، از دو طرف داریم میکشیم این کیسه رو. انها احشامون رو داریم میکشیم که باعث تقویت دستگاه گوارش بشه. آماده؟ دست چپ بره بالا، دم بریم رو پای چپ، اینجا بدن یه قوس ایجاد کنیم، بازدم، دست رو به هم رسیدن، جهت عوض، دم، وزن رو بریم رو پای راست، بازدم، دم، بازدم. نگه داشتن آسمان و فشردن زمین اندام‌های داخلی را تنظیم می‌کنند. بازدم، دم، یک دست به طرف پایین فشار، یک دست به سمت آسمان کشش، بازدم، دم، بازدم. دوستان اینی که میگم وزن رو ببرین رو پای مخالف، ببینید یه قوسی ایجاد بکنید، یعنی وزن میره رو پای که دستش بالاست، یه قوس روی بازو، انتهای کتف، پهلو و لگن اون ایجاد میشه. آماده؟ از دست چپ، دم همینطور ریه رو پر کنید، بازدم. حس کنیم اندام‌های درونیمون رو میکشیم، دم، دست پایین، فشار به سمت زمین، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم، دم و بازدم. دست بیاد پایین. دوستان این تمرین نسخه های متعددی داره. اگر من الان دست رو میگذاشتم جلوی بدن، جایی دیدین دست کنار بدنه، اون هم درسته. یه نسخه دیگه داره همراه با پیچ و تاب به این صورت، اون هم درسته. تمام اینا نسخه های مختلف این حرکت هم چون در طول سالیان سینه به سینه نقل شده، چی میگن؟ نگم انحراف، بگم گرایش به سمت‌های مختلف پیدا کرده، ولی همشون درستن. همشون به ظرافت ابریشم اندام‌ها رو میکشن، تحت کشش و مراقبت قرار میدن و باعث سلامتی چی حس کرده اون استاد دیگه؟ اون استادی حس کرده اینجا میتونه در اون فشار بهتری ایجاد بکنه یا اینجا، یا شکل‌های مختلف، یا اونی که خواسته همراه باش یک تمرین قوسی شکل هم بهش بده به حرکت واسه روایت‌های مختلف. حرکت چهارم، پیچش کمر برای دیدن افق‌های پشت گردن. به این صورت ابتدا کمر، بعد میان تنه، بعد شونه ها، بعد گردن، در نهایت چشم‌ها برمیگردن پشت شونه رو می‌بینن. موقع برگشت نگاه رو می‌بریم به دورترین نقطه پارک و برمیگردیم مثلا از سمت مخالف. کمر، میان تنه، شونه ها، گردن، چشم‌ها برمیگردن پشت شونه رو می‌بینن. ها به هیچ وجه در زمین جدا نمیشه. بازگشت به نقطه شروع. آماده؟ از سمت چپ، کمر، میان تنه،
شونه ها، گردن، چشم ها برگردن، پشت شونه رو ببین. بازگشت، نگاه رو ببریم به دورترین نقطه پا و برگردیم مثلا از سمت دیگه. کمر، میان تنه، شونه ها، گردن، چشم ها، پشت شونه رو ببینید. بازگشت به نقطه شروع. از چپ، کمر، میان تنه، شونه ها، گردن، چشم ها. بازدم کنیم بیایم از سمت دیگه. دم، کمر، میان تنه، شونه ها، گردن، چشم ها. بازدم، نگاه بره به دورترین نقطه پا از کمر، میان تنه، شونه ها، گردن، پاشنه ها از زمین جدا نشد. بازگشت، نگاه رو ببریم به دورترین نقطه پا. کمر، میان تنه، شونه ها، گردن، چشم ها. بازگشت. دوستان دو تا تمرین مختلف داره اینجا الان انجام میشه. یک تمرین کاسه چشمه که نگاه رو میبریم به دورترین نقطه، میاریم پشتشونه، یعنی دائما فاصله قانونی چشم رو بزرگ و کوچیک میکنیم که باعث تقویت عضلات چشم میشه. و اتفاق دیگه توی پا، ساق پا و زانومون میفته، به شرط اینکه پا کاملا رو زمین باشه. ببینید یه پیچش وضعی تو استخوان ساق، زانو و ران وارد میکنه که این خودش باعث تحریک مغز استخوان و بهبود تراکم استخوانی میشه. یه تکرار دیگه به چپ، کمر، میان تنه، شونه ها، گردن، چشم ها. بازگشت، نگاه رو ببریم به دورترین نقطه پا از سمت راست. کمر، میان تنه، شونه ها، گردن، چشم ها. بازگشت به نقطه شروع. بسیار عالی. بریم تمرین پنجم یا قطعه پنجم ضرب افت ابریشم، جنباندن دم اژدها برای اطفای آتش قلب. دوستان منظورم از دم اژدها دنبالچه است. ناحیه دنبالچه رو میخوایم یه حرکت نوسانی بهش بدیم. دم بگیریم، نشسته است دواری تو بازدم بریم به سمت راست تا آرنج چپمون صاف بشه. بیایم بالا، انتهای ستون فقرات یه حرکت نوسانی بهش بدیم. دم بگیریم تو بازدم بریم به سمت چپ تا آرنج دست راستمون صاف بشه. بیایم بالا، حرکت نوسانی به انتهای دنبالچه. بعد از کمر به سمت وسط بیایم بالا، حرکت نوسانی. دم، بازدم به سمت راست، دم، جنباندن دم اژدها، بازدم به سمت چپ، دم، جنباندن دم اژدها، وسط، دم، جنباندن دم اژدها. دوستان تو یکی از این نسخه ها به این شکلی که بریم به سمت راست، بعد از وسط بیایم به سمت وسط و بیایم جنباندن دم اژدها، بریم به سمت چپ، بعد خم بیایم به وسط، بیایم به یکی دیگه از نسخه ها. بریم به سمت راست، خم، کامل بریم به سمت چپ، بیایم جنباندن دم اژدها. قرینه از سمت چپ بریم پایین، خم بچرخیم، بیایم تا سمت راست، بیایم و نسخه خودم از وسط خم، دم، بیایم جنباندن دم اژدها برای اطفای آتش قلب به سمت راست، دم، جنباندن دم اژدها به سمت راست، دم، وسط، دم، آخرین تکرار به سمت راست، دم،
پر کنیم دیگه رو پر به سمت چپ بازدم دم پر کنیم دیگه رو وسط بالا بلند. به حالی که بعد از این تمرین وجود داره توجه بفرمایید یه نشاط خاص بعد از این تمرین به شخص انجام دهنده دست میده که خوشایند هست. دم باز دم بازدم. قطعه ششم ضرب هفته ابریشم کشش کلیه ها به این صورت هست. پا میتونه عرضشونه جفت هر طور که راحت هست. دست روی کمر. ابتدا سطح جلویی بدن رو کامل میکشیم ولی چونه به تو. سر رو نبرین عقب. دوستان سر رو نبرین آخر که تعادلتون به هم نخوره. بیاریم بالا. دست رو از پشت بدن رها کنیم به طرف پایین. بیاین تا مقابل پنجه ها. پنجه های پا رو بگیریم. ضمن کشیدن پنجه های پا به طرف بالا کلیه هامون رو با فشار هل بدیم به طرف بیرون. همینجا رها کنیم. دم بگیریم بیاییم بالا. دست روی کمر و کشش سطح جلویی بدن چونه به تو نگاه به جلو بالا. دست رو از پشت بدن رها کنیم. بازدم. پنجه های پا رو بگیریم. دم. پنجه های پا رو بکشیم بالا کلیه هامون رو هل بدیم به طرف بیرون. بازدم. همینجا رها کنیم بدن رو. دم. ریمون رو پر کنیم بیاییم. مجددا کشش سطح جلویی بدن نگاه جلو بالا. بازدم. دست بر پشت پاها میاد کنار ساق ها میاد رو پنجه پا. دم. پنجه پا رو میکشیم رو به بالا کلیه هامون رو هل میدیم به طرف بیرون. بازدم. همینجا رها میکنیم. دم. ریه رو پر میکنیم میاییم بالا. تکرار. کشش سطح جلویی بدن چونه به تو بالا. بازدم. دست رها. پنجه های پا رو بگیریم. دم. پنجه های پا رو بکشیم بالا کلیه هامون رو هل بدیم به طرف بیرون. بازدم. رها کنیم دست رو. دم. کشش سطح جلویی بدن بالا. بازدم. پنجه های پا رو بگیریم. دم. بکشیم رو به بالا. بازدم. دم. آخرین تکرار. کشش سطح جلویی بدن بالا. بازدم. پنجه های پا رو بگیریم. دم. پنجه های پا رو بکشیم بالا کلیه هامون رو هل بدیم به طرف بیرون. بازدم. ریمون رو تخلیه کنیم. دم. ریه رو پر کنیم و بیاییم بالا و یه دست به افتخار کنیم. حرکت هفتم یا قطعه هفتم ضرب هفته ابریشم خیره شدن به مشت‌های گره کرده. پا دو برابر عرضشونه. نشست اسب سواری. دستا به صورت مشت رو نرمه شکم. دم میگیریم. توی بازدم مشت راستمون رو با فشار با انقباض عضلانی هل میدیم به سمت راست. نگاهمون به نوک مشت ها. صورتمون رو باز میکنیم. چشم ها رو میدرانیم. برگردیم. دم. به سمت چپ با مشت چپمون دیواری رو به سمت چپ هل میدیم. نگاهمون رو پیش مشت دست چپ. دم. برمیگردیم. بازدم با دو دست. دم. به راست. دم. به چپ. دم. طرفه. دم. به راست. دم. چپ. دم. طرفین با فشار. دم. به راست. دم. به
چپ، دم، طرفین با فشار انقباض عضلانی، هل دادن دوتا دیوار. آخرین تکرار، دم، دراز، دم، چپ، دم، طرفین. بسیار عالی. دست ها جمع. محبت میکنم. قربون شما. سلامت. خب قطعه هشتم ما 7 تا تمرین کشش و انقباض انجام بدیم. قطعه هشتم قطعه رهاییه، خانه تکانی اصطلاحاً. رو پنجه پا بلند میشیم با زانوی خمیده، یک باره وزن رو پاشنه رها میکنیم طوری که این ضربه پاشنه تمام بدن رو بتکونه. اسمش خانه تکانیه. دم، نفستون هم خالی کنید. دم، ولی زانو حتما خمیده. دم، 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 دم. آخرین حرکت. دم. بسیار. یه دست به استفاده خودتون بزنید. خب بریم سراغ چیکونگ اثبات شفابخش. اولا اثبات شفابخش به تنهایی خودشون کار میکنن. هم دیگه هفته گذشته عرض کردم هر صبح یه فرکانسی که ما با پنجرمون ایجاد میکنیم. این تاویستا در طول سالیان سال پیدا کردن که هر کدوم از این فرکانس ها روی عضو خاصی از بدن تاثیر میذاره. اینو به صورت یه دانش نهادینه شده و از قرن‌های گذشته به ما رسیده. خود صوت شفابخش به تنهایی عمل میکنه، ولی اگر حرکتش هم باش همراه باشه تاثیر بیشتری داره. یه حرکت بسیار ساده داره. 6 تا صوت داریم، 5 تا از صوت ها به 5 عضو داخلی، 5 ارگان داخلی متصله. یک صوت برای گرم کننده های سگانه یا در واقع تعدیل حرارت بدن در 3 ناحیه گرم، معتدل و سرد استفاده میشه. صوت ها هر کدوم با فصلی از سال در ارتباطن، هر کدوم با اندام خاصی از داخل بدن در ارتباطن، هر کدوم رنگ خاصی دارن، هر کدوم با یکی از عناصر پنجگانه طبیعت در ارتباطن و اون عنصر خاص رو بدن، داخل بدن ما کنترل میکنن. صوت اولی که با هم کار میکنیم صوت ریه است. هفته گذشته تمرین کردیم. حرف ساده سین، سین مثل صدای مار. اوایلش عرض کردم همینطوری صدادار انجام میدیم تا مهارت پیدا کنیم. بعد از که مهارت پیدا کردیم یه حالت زیر لفظی پیدا میکنه، اصلا دیگه دیگران نمیشنون، خودمون حس میکنیم. وقتی سین رو ادا میکنیم نمیخوایم که برای کسی سوت بزنیم، میخوایم در واقع اندام داخلی مرتبط رو به لرزش در بیاریم، ارتعاش بهش بدیم. سین روی ریه اثر میگذاره. تو طب سنتی چینی و از در واقع طب کهن چینی پیدا کردن که عواطف مختلف تو اندام‌های مختلف ذخیره میشن و تجمع پیدا میکنن. عاطفه‌ای که توی در واقع اندام داخلی ذخیره میشه عاطفه غم و غصه است که توی ریه تجمع پیدا میکنه. ما با حرف سینی که ادا میکنیم هم ناراحتی ریه رو دور میریزیم، هم عاطفه منفی غم و غصه رو بیرون میریزیم. یه حرکت ساده داره. دست میتونه قلاب باشه، میتونه باز باشه. دم، سین. تو بازگشت دست رو روی ریه همون میگذاریم، ریه همون رو غرق در نور سفید فلزون میبینیم، به ریه همون لبخند میزنیم و از عملکردش تشکر.
ریه کنترل کننده عنصر فلز در بدن ماست. فلزی که میتونه گرم بشه، حرارت بدن بسیار بالا ببره و میتونه سرد بشه. آماده؟ دم سی. در بازگشت دست رو روی ریه هامون میگذاریم، ریه هامون رو غرق در نور سفید فلزگون، نور سفید متالیک ببینیم، به ریه‌مون لبخند بزنیم و از عملکردش تشکر. این بار که انجام دادیم دوستان حس کنیم که هرچی غم و غصه است، هرچی ناراحتی توی ریه است، مثل دود خاکستری از دهانمون خارج میشه و وارد زمین میشه. به طبیعت میدیمش به زمین. زمین یه خازن بسیار بزرگه، میتونه این انرژی های بد رو دریافت کنه. دم سی. در بازگشت دست رو روی ریه هامون بگذاریم، ریه هامون رو غرق در نور سفید متالیک ببینیم، به ریه‌مون لبخند بزنیم و از عملکردش تشکر. صوت دوم، صوت قلب، ها، مثل گرم کردن دست تو زمستون. این بار که ها رو ادا می‌کنیم دوستان حس کنیم گرمای قلب با تمام بدیهاش از دهانمون خارج میشه. عرض کردم دوستان اینا به قلب میگن ذهن عاطفی، محل تجمع بهترین عواطف دنیا و محل تجمع بدترین عواطف دنیا. عواطفی مثل نفرت، خشونت، سنگدلی، بیرحمی، شقاوت و هرچی نحوست که میشناسیم تو دنیا میتونیم جمع کنیم توی قلب و با بیرون ریختنش تمام صفات مثبتش رو، عواطف مثبتش رو جایگزین بکنیم. قلب اکثر انسان ها سمت چپه. من یکی رو با همدست شما انجام میدم. چون قلب سمت چپه، یک کشش به سمت راست انجام میدیم که ناحیه چپمون یه قدری کشیده بشه. انگشتر رو تو هم قلاب کنیم، دم بگیریم، یه قدری خم به طرف راست، ها. گرمای عضو رو از طریق نوار پیوندی خارج کنیم، برگردیم، دستمون رو روی قلب بگذاریم، قلبمون رو غرق در نور زیبای قرمز رنگ ببینیم، به قلبمون لبخند بزنیم و از عملکردش تشکر. قلب کنترل کننده عنصر آتش در طبیعت، گرمای بیش از حد تو این ناحیه میتونه تجمع پیدا بکنه. دوستان هر عضو داخلی ما یک پوسته خیلی نازک داره که اون عضو رو میپوشونه، بهش میگن نوار پیوندی. در مورد قلب بهش میگن برون شامه. یک پوشش خیلی نازک لطیفه. این پوست وقتی گرم میشه، بیش از حد خشک میشه، عضو رو به شدت تو خودش محصور میکنه و نمیذاره گرماش خارج بشه. گرم شدن بیش از حد باعث بروز عواطف منفی میشه. رهاسازی این صوت، رهاسازی عواطف منفی باعث عملکرد بهتر قلب. تکرار، دم به سمت راست هم میشیم، قلب رو یه مقدار میکشیم، ها. گرمای اضافی قلب رو بیرون بریزیم. تو برگشت دستمون رو روی قلب بگذاریم، قلبمون رو غرق در نور زیبای قرمز رنگ ببینیم، به قلبمون لبخند بزنیم و از عملکرد تشکر. یه تکرار دیگه، دم خم به طرف راست، ها. گرمای اضافی قلب رو بیرون بریزیم، تو برگشت دستمون رو روی قلبمون بگذاریم، چشم رو لحظه‌ای ببندیم، قلب رو غرق در زیباترین نور قرمزی که سراغ دارید ببینیم، به قلبتون لبخند بزنیم و از عملکردش تشکر. عواطف بد قلب مثل شقاوت، بیرحمی، سنگدلی، همه اینها رو که بیرون بریزیم، عطوفت، مهربانی، ترحم، احترام جایگزین. صوت سوم، صوت کبد، حرف شین. کبد بزرگترین غده بدنه، یه عضوی به اندازه کف دست، وزن در حدود 1 تا 1.5 کیلوگرم. زیر دنده سمت راستمون یه کف دست حس بکنیم.
کبد به عنوان داروخونه بدن که حدود 500 نوع عملکرد داره و مواد شیمیایی و ویتامین‌های مختلف رو در خودش نگه می‌داره. هر زمان که بدن نیاز داره از کبد برداشت میکنه و استفاده میکنه. محل تجمع خشم در کبد، رنگش سبز، عنصرش چوبه بر اساس در واقع رشد و نمویی که داره و باعث رشد در بدن میشه. حرفش هم عرض کردم شین، چون سمت راسته این بار کشش رو به سمت چپ میاریم، حرف شین رو ادا میکنیم. انگشت با هم قلاب، دم، خم به طرف چپ، ناحیه راست رو بکشیم، شین. تو برگشت دستمون رو روی کبد بگذاریم، کبدمون رو یا همون جگر سیاه غرق در نور سبز زیبا، نور سبز زمردین ببینیم، به کبدمون لبخند بزنیم و از عملکردش تشکر کنیم. این بار که صوت رو ادا میکنیم دوستان حس کنیم خشم از طریق همون نوار پیوندی، پوسته نازکی که به کبده از طریق دهان مثل دود خاکستری خارج میشه و وارد زمین میشه. دم به چپ، شین. تو برگشت دستمون رو روی کبد بگذاریم، چشم رو ببندیم، کبدمون رو غرق در نور سبز زمردین یا زیباترین نور سبز که سراغ داریم ببینیم، به کبدمون لبخند بزنیم و از عملکردش تشکر کنیم. دوستان این شین رو ترک‌ها خیلی خوب ادا میکنن. شین حالتی که دهان رو یک گرد کنیم و دهان پر. اینجا ترک زیاد داریم؟ خودم اول ترک‌ها کلمه شوربا رو خیلی خوب میگن. شوربا دهنشون گرد میکنن و شین رو خیلی خوب ادا میکنن. اگه بتونیم چنین شینی رو ادا کنیم اون لحظه هم بهتر اتفاق میفته. ولی در نهایت شما هستید که با تمرین زیرلفظی این شین رو به صوتی تبدیل میکنید که کبدتون بلرزه. تکرار سوم، دم، کشش به چپ، شین. بازگشت، دست رو روی کبدمون بگذاریم، کبدمون رو غرق در نور زیبای سبز رنگ ببینیم، به کبدمون لبخند بزنیم و از عملکردش تشکر کنیم. خشم رو که بیرون بریزیم، انصاف و مهربانی جایگزینش میشه. مهربانی، انصاف برای عاطفه دیگه. خب صوت چهارم، تحال و لوزالمعده. دوستان اگر جاش رو نمیدونید، درست زیر دنده هاتون، زیر جناح، این وسط بالای معده لوزالمعده است، کنارش به سمت چپ تحال، از وسط به راست به سمت چپ تحالتونه. تحال تولید کننده و جمع‌آوری بولبول‌های قرمز رو تو بدن به عهده داره و یکی از مهمترین غدد گوارشیه، ولی عملکردش تا سالیان سال شناخته شده نبود. لوزالمعده کنترل کننده انسولین توی خونه، انسولینی که میتونه باعث کاهش قند خون بشه و اگه زیادی در واقع بریزه توی خون باعث کاهش قند خون و بسیار خطرناک. تمرینش به این صورته، 4 انگشتمون رو زیر جناح سینه قرار میدیم، صوتش شبیه صدای جو، ببینیم وه که باعث لرزه بشه، وه این هیچی نمیلرزه، و نورش طلایی رنگ. دم، دستامون رو 4 انگشت زیر دنده ها قرار بدیم، یک کم خم به جلو، 4 انگشت رو میکشیم به طرفین، وو. تو برگشت دستمون رو روی تحال و لوزالمعده میگذاریم، اونها رو غرق در نور زیبای طلایی رنگ یا زرد رنگ می‌بینیم، بهشون لبخند می‌زنیم و از عملکردشون تشکر. عاطفه‌ای که توی این عضو ذخیره میشه افسوس، نگرانی و اضطرابه و وقتی این عواطف رو بیرون می‌ریزیم انصاف و رضایتمندی با جایگزینش میشه. تکرار.
4 انگشت آره 3 انگشت نه 4 انگشت رو بگذارید یکیش هم بیکار نباشه. آماده؟ وو دم بازگشت، دست رو روی طحال و لوزالمعده بگذارید، اون رو غرق در نور زیبای فلزبون ببینید، نور زیبای طلایی رنگ یا زرد رنگ. به طحال و لوزالمعده لبخند بزنیم و از عملکردش تشکر بکنیم. انسولین رو به مقدار کافی وارد خون ما میکنه، بلبل‌های سفید و قرمز رو تولید میکنه و بلبل‌های مرده رو جمع آوری میکنه. آماده؟ یه تکرار سوم دم وو آروم بکشیم به طرفین، تو برگشت دستتون رو روی طحال و لوزالمعده بگذاریم، اونها رو غرق در نور زیبای طلایی رنگ ببینیم، بهشون لبخند بزنیم و از عملکردشون تشکر کنیم. حرکت پنجم دوستان، بهتر تمام این صوت‌ها رو تو صندلی به شکل نشسته انجام بدیم و چون صندلی نداریم حالا داریم سرپا انجام بدیم. پاها کاملا جفت. صوت کلیه دوستان، کلیه قده بنز مشت، دو طرف ستون فقرات، پشت بدن و کنترل کننده عنصر آب. من قبلی یادم رفت بگم طحال لوزالمعده کنترل کننده عنصر خاک در بدن، کلیه ها کنترل کننده عنصر آب در بدن هستند، عنصر سرد کنترل کننده سرما هستند. اجازه ندیم کلیتون بیش از حد سرد بشه، اجازه ندیم بیش از حد گرم بشه. عاطفه مرتبط عاطفه ترس و وقتی ترس رو بیرون بریزیم خرد جایگزینش میشه. به این صورت پاها به هم چسبیده، زانوها چسبیده، دستامون رو قلاب میکنیم دور زانوها، دم میگیریم، تو بازگشت سر رو میدیم بالا، صوت چیو حس کنیم گرما از کلیه هامون میاد از دهان خارج. تو برگشت دست رو روی کلیه ها بگذاریم، کلیه هامون رو غرق در نور زیبای آبی رنگ ببینیم یا زیباترین نور آبی که خودتون دوست می‌دارید. بهش لبخند بزنیم و از عملکردش تشکر. تکرار. زانوها رو با دستامون بگیریم، دم، سر رو بدیم بالا، کلیه ها رو بدیم بیرون، چیو. گرمای یا سرمای کلیه ها رو دور بریم. در بازگشت دست رو روی کلیه ها بگذاریم، کلیه ها رو غرق در نور زیبای آبی رنگ ببینیم، به اونها لبخند بزنیم و از عملکردش تشکر. تکرار سوم. زانوها رو بگیریم، بهتر عرض کردم رو صندلی باشه، دم، سر رو بدیم بالا، کلیه ها رو به سمت بیرون، چیو. بازگشت دست رو روی کلیه ها بگذاریم، کلیه هاتون رو غرق در زیباترین نور آبی که سراغ دارید ببینید، به کلیه ها لبخند بزنیم و ازشون تشکر. بریم سراغ صوت ششم، صوت آخر، گرم کننده های سگانه. دوستان چینی ها در واقع تو طب سنتیشون بدن رو به 3 قسمت گرم شامل قلب، ریه و تا سر، قسمت معتدل شامل معده، طحال، کبد، لوزالمعده و قسمت سرد روده ها، کلیه و مثانه تقسیم میکنن. با یه صوت تجسم برای اینکه حالت درازکش انگار یه قلتک این گرمای بالا رو نورد میکنه، وردنه میکنه به طرف پایین، معتدلش میکنه تا آگاه و پایین. گرما رو یک نواخت کنید. صوتش هیچ رنگ نداره، عاطفه خاصی نداره، با فصل خاصی در ارتباط نیست، با عنصر خاصی هم در ارتباط نیست، فقط تعادل گرمایی بین نقاط گرم، معتدل و سرد ایجاد میکنه. آماده؟ دم میگیریم، هی، صوت هی، دم، هی. حس کنید دوستان گرمای بالا به طرف پایین سرازیر میشه تا ناحیه آگاه و ناحیه سرد رو پوشش میده. این صوت رو میتونیم قبل از خواب چند بار انجام بدیم
که خواب بهتری و بعدش میتونید تجربه بکنید. آماده؟ دم هیچ از بالا حس کنید قلتکی داره این گرما رو پخش میکنه به طرف پایین. دم هیچ. بسیار 6 صوت شفابخش رو میتونی هر روز کار بکنی، حداقل 3 تکرار در روز میتونی ازش داشته باشی. البته اگر چیکونگش رو یعنی حرکتش رو هم انجام بدی طبیعتا موثرتر. آبی کنترل کننده عنصر آب، رنگش هم آبی، عاطفه‌اش هم هست. خب دوستان همونطور که عرض کردم هفته پیش این تمرینات در کنار تمرین جسمی و سلامتی که دارن یک تمرین جانبی داره که چینی ها بهش میگن تقویت انرژی تقوا یا پارسایی. به این صورت که کسی که این تمرینات رو انجام میده قلب آری از غم و غصه، قلب آری از قساوت و سنگدلی و شقاوت و نفرت و بیرحمی و چه و چه، کبد آری از خشم، کلیه آری از ترس، طحال و روزالمعده آری از نگرانی و اضطراب و افسوس بر نفس رو داره و چنین شخصی است پارسا، یا اونطوری که تو کتاب ییچینگ میگه زن برتر یا مرد برتر یا انسان برتر میتونه در ضمن این تمرینات در واقع این خصوصیت ها رو در خودش متجلی و بروز بده. خب دوستان تمرینات امروز هم تمام. یه دم عمیق بگیریم و خنک کنیم. میریم به سمت راست. 1 2 3 4 5 6